انا من خودم میخوام که با هم پرزیدنت ملاقات کنیم که من زندگی مشکل گذشته است. من تنها زن، تنهای زن، من یک زن تا پس یک فرزند مونده خودم. آدم یعنی شهر دوشنبه که مشکلی بسیاره. من مادر هستم. خب چی مشکل دارن؟ شما میتونید که رسانید؟ من خیلی مشکلی بگم. مثال مشکلی من همین است که جای کار ندارم، جای کاری حقیقی ندارم. مثال من یه نونبندم، آوازی همه جا محکم کردگی برای نونبندی. مشکلی من اینه که نونبندی من میتونم دیگه اگه کاری که کنم نمیتونم. همین 3 فرزند من نمیدونم چه روز گذرونم. سالهای پیش در دوره حکومت زدگی با 5 و 4 سال نفقه در اومدن. امروز هم اگه ما 200 سو میگیریم، یک عمر در حکومت سرتی کار کردیم، محنت کردیم، عذاب کشیدیم. امروز خدی هیچ یک نفقه نوچیز میگیریم. پرزیدنت محترم التماس میکردم که اگر این نوبت بگیره نفقه همه آدمای کنسول کمتر به نظر بگیره. دیگه هیچ گفتن نیستم. هزار رحمت به خدا. من میخواستم که پرزیدنت در پیام می آمده گشت تجربه مهاجرت با بهتر نشود. خب مهاجرت یعنی کم کرده شود یا اینکه چی مقصد؟ کم کرده شود و بهتر نشود. سمتی پرابلم اوکراین حل شود. همه شتوبه همین خلق شتوبه با اولنگی برای همین دور سویز برین همش یک شود. پرابلم ها کم نیستن البته. اینکه بسیارتر همین توزگی شهر اساساً پایتخت همین کوچه هاش همین راه اساسی روز توزه یکی راهوی درونتر همین خیلی فلوس اخلاطوش همین خیلی روی دیزید میکنن و من معلوم هم نیست که این پایتخت است. جناب عالی در ساحه معارف سرکار احمدی ساحه معارف را سرکار بالا برداره. در آموزگاران، نه اینکه آموزگاران، در کسانی که در ساحه معارف کار میکنند اکثر اوایلشان بهتر شود. عموما در کدام دولتی که ساحه معارف پیشرفتگی است همون دولت پیشرفته است. همون دولت میتونه ترقی کرده باشد.